به همه مسئولین میگم اگه صدای منو قرار بشنون که من خودم صدامو ضبط میکنم میذارم تو اینترنت، به همه مسئولین میگم عزیزان، اگر وقتی تو ورود پیدا نمی‌کنی مهدویت درست و آنچه که بر مبنای آرمان‌های انقلاب ماست رو تعریف بکنی، امثال حجتیه و انحرافی و کوفت و زهرمار میان وسط. 8 تا کاندیدای ریاست جمهوری اومدن صحبت کردن، یکیشون نگفت من چه برنامه‌ای برای مهدویت دارم، یکیشون نگفت چه برنامه‌ای برای ثقلین دارم، برای قرآن اطلاعاتم یکیش گفت. کجا گفت؟ تا شجریان و اصغر فرهادی و معدنی که تو روسیه کنده بودن و یک مزخرفات ارائه نظر یا مثلا چرت و پرت میگفتن. ما شوخی نداریم با کسی در دفاع از آرمان هامون. ما خون دادیم برای این آرمان ها، جان دادیم برای این آرمان ها، 200-300 هزار تا شهید دادیم برای این آرمان ها. همه جانبازای شیمیاییمون دارن خس میکنن برای این آرمان ها. ما فرق شکافته علی ابن ابی طالب دادیم، ما پهلوی شکسته حضرت زهرا دادیم، ما سر بریده امام حسین دادیم، ما جگر پاره پاره امام حسن دادیم برای این آرمان ها. گور پدر هر کسی که میخواد بهش بر بخوره. چی شده؟ نگیم اسم امام زمان، نگیم مثلا که یا میشه حجتیه یا میشه جریان انحرافی. گور پدر حجتی و جریان انحرافی. کی میخواد بیاد مهدویت در این جوونا تبیین بکنه؟ امام زمان خلاصه بشه توی برنامه تلویزیونی ظهر جمعه بیان بیا دیلینگ 4 تا پیامک هم بخونن و کله ظهر که یا مردم رفتن بیرون یا خوابن. انگار امام زمان امام روز جمعه است، انگار بقیه روزا بر امام زمان نیست. اگر بعد 35 سال انقلابیم، اگه بعد 35 سال هنوز رهبران ما بر سر آرمان هامون وایسادن و هنوز میگیم رهبر انقلاب، این انقلاب به کجا میخواد بیاد؟ خودش میاد میگه سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما، بنده جان ناقایی. یعنی چی؟ بعد این تو کجا بروز پیدا کرده؟ تو کجا نمود پیدا کرده؟ تو برنامه کدام مسئول نمود پیدا کرده؟ جلد 21 صحیفه امام، برو بخون. امام خمینی میگه اگر شما فکر کردید ما انقلاب کردیم که برای ظهور برنامه نداری، خودت توی مسئولیت خودت، توزیع مسئولیتی خودتو نمیبینی تو قد و قواره این که نقشی برای ظهور امام زمان داشته باشی، خائنی. این عبارت ما میگه خیانت کرده است مسئولی که نگاه آخر زمانی و مهدوی نداره. حالا مسئول میشه کی؟ من گرفته تا توی که اونجا نشستی. کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیه. از معلم ما گرفته باید بفهمه چه نقشی تو مهدویت و بعد تربیت بچه‌های امام زمان داره، شیعیان امام زمان داره، تا مسئول ما، نظامی ما، رئیس جمهور ما، قوه قضایی ما، مجلس ما، وکیل ما، سفیر ما. اینا چیزایی نیست بشه معامله کرد، اینا چیزایی نیست که بشه مسامحه کرد. ما انقلاب نکردیم به هر قیمتی نگهش داریم. امروز کل دنیا دارن با ما می‌جنگن. این حرفا رو من نزدم که. خطرناکترین دشمن تمدن غرب در سراسر تاریخ حرف من نیست، حرف جورج شولتز. چی دیده؟ مگه ما قبل انقلاب نماز نمی‌خوندیم؟ قبل انقلاب روزه نمی‌گرفتیم؟ قبل انقلاب حج نمی‌رفتیم؟ قبل انقلاب برای ابو عبدالله عزاداری برقرار نمی‌کردیم؟ و مشکل چی بود؟ قبل انقلاب به حکومت شیعه فکر نمی‌کردیم. این بود داستان. این شد که کل دنیا ریختن سرمون. این شد که یه روز آروم نداریم. یه روز آروم یعنی یه روزی که خبری از پدر سوختگی اینا نباشه تو اخبار ما. کسی که ادعا میکنه بلند میشه قد و قواره خودش نشون میده تو قد و قواره مهدویت میخوام حکومت تشکیل بدم، مردمی که میرن چی ادعایی میکنن باز پیشو به تنشون نمالن، باز وایستن پاش. و من کارم شده برم سراغ مدعا. جان مادرت اشاره کن به امام زمان، به قرآن قسم، به والله قسم. مدعا بوده رفتم سراغش، میگم عموم مدعاهامون اینجوری هستن و بهتون بگم عمومشون هستن. رفتم سراغ مدعا برای امام زمان بخون، مینا رفتم شاعرشو مخشو زدم، شاعر شعر مهدوی بگیم بخون. میگم بابا اون لحظه که اوج اشک ریختن برای امام زمانه تو باید برگردی دعا کنی برای ظهور. خود صاحب این امر داره میفرماد وکسر الدعا به تعجیل الفرج فانه فرجکم. بابا زیاد دعا کنید برای فرج خودتونه. میگه نه، اگه اون لحظه دعا کنم حال جلسه میپره. مردشور اون حال جلسه رو بردن که بخواد برنشست.
برای چی داری بس گریه میکنی؟ برای عقده‌های خودت ها؟ میخوای گریه کنی زن تحویلت نمیگیره، بابا از خونه انداختت بیرون، بدهی داری، امام حسین هم بهانه است بریم گریه کنی. برای اون میخوای گریه کنی؟ یا در غربت اهل بیت داری اشک میریزی؟ اگه برای غربت اهل بیت کو قریب ترین اهل بیت امروز امام زمان، امام حسین یه بار براش عاشورا تکرار شد، یه بار. 1170 سال هر سال داره عاشورا برای امام زمان اتفاق میفته. امام زمان عاشورا رو نمیبینه؟ نمیبینه چی شد؟ من و توش میشنویم داغون میشیم. من یه سخنرانی کردم، یه تیکه از حقایق تاریخ در مورد حضرت علی اصغر اتفاق افتاده بود، گفتم طرف SMS داده به سامان پیامک که ما برای خود من بچه‌ها فرستادن، نوشته بود خدا شاهده دیگه سخنرانی تو گوش نمیکنم، آتیش گرفتم دارم میمیرم دیگه سخنرانی تو گوش نمیکنم. یه چیزی برای حضرت علی اصغر بود که حقیقت هم بود، آتیش گرفته، یعنی واقعیته، یعنی ظلم تا اینجا بوده، برای این آتیش گرفته بود. بعد امام زمانی که عیناً داره میبینه، آدمی که عیناً عاشورا رو ببینه میدید چی میشه؟ صبح و شب چیکار میکنه؟ بگید. گریه میکنه. نگفت صباحم و مساء دارم اشک بریزم؟ گریه، اشک میاد یا خون میاد از چشما؟ بدل دموع دما، که عوض اشک دارم خون گریه میکنه. داره میبینه چی رو داره میبینه؟ اون ریش و محاسن زیبایی که خون سر مبارک ریخ به روی ریش و فرمود السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر آن ریش به خون خضاب شده. این عبارت مال امام زمان در وصف به امام حسین، زیارت نایه مقدس. دیشب پریشب بود توی حرم ابا عبدالله نشستم، یه زیارت نایه مقدس پیدا کردم، رفتم بخونم روبرو قتلگاه، دیدم اصلا دلشو ندارم، نمیتونم به قتلگاه نگاه کنم نه به این عبارات نگاه کنم. خدا شده که بچه‌ها بود، گفتم من نمیخونم، بوسیدم گفتم چرا تا نمیتونم، من باید بمیرین اینا رو بخون. او مظلوم ترین اهل بیت است و او باید همیشه غایب باشه. چرا؟ چون ما داریم حرف مفت میزنیم، دروغ میگیم. اگر آقا بپرس اصلا امام زمان حاضر بر اعمال ما هست یا نیست؟ بگید هست یا نیست؟ خب بچه دروغ میگی جلو حاضره؟ چرا نزول میگیری؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا زیرا به یکی میزنی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا حق مردم رو میخوری؟ این چه جور نماز خوندن تگه داره میبینه؟ جلو یه مسئول مملکت میشینی، سرت میخوره کلت رو نمیخوره، نمیگی بیادبیه. اگر میبیند، اگر حاضر است، پس این داستان ما چیست؟ مگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم، وگرنه 100 دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله‌ور در باد بگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد.